گایز خوش اومدید به این ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو خوب و خفن، البته میدونید از روی تایملاین داستان این ویدیو رو فهمیدید که من کی هستم. حالا میرسیم بهش. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو خوب و خفن، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب من یادتون نره، زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم اول نفر شما با خبر بشین. کانال آپارات منم که تازه زدمش و لایک کنید، دنبال کنید و زنگولش رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم اول نفر شما با خبر بشین. بریم سراغ این ویدیو. Let's go. اصلا این ویدیو در مورد چیه؟ من کی هستم؟ یه توضیح مختصری میدم در طول 8 دقیقه این ویدیو هستش که میخوام توضیح بدم من کی هستم، میخوایم چیکار کنیم داخل آپارات و بهش بپردازیم موضوعات رو ریز به ریز میریم جلو. خب همینطور که اسم چنل من دیدیم، من امیر سایپی هستم که داخل یوتیوب یه چنلی دارم که انگلیسی زبان هستش به نام الکس سایپی که داخل اونجا تولید محتوا میکنم. حتما برید ببینیدش، عکسش اینجا میاد. ویدیو جالبی داخلش میذارم در مورد گیم و حالا گیم پلی میذارم داخلش، بعضی از بازی ها رو بررسی میکنم، خیلی از لایف هکای تیک تاکی رو اونجا تست میکنم، خیلی چیزا رو یاد میدم به شما داخل شورت ویدیوهاش. حتما بریم ببینید که بازی خوبی داشت. اولین روزی که ویدیوشو گذاشتم موندم 5000 تا بازی خورد. بعد دیدم که بیام یه چنل فارسی هم داشته باشم. یه چنل فارسی حتما به درد من میخوره که هم داخل آپاراتش هست هم داخل یوتیوب. این که چنل فارسی هر وقت ساخته شد زیر این ویدیو میذارم داخل یوتیوب، حتما برید دنبال کنید. این که چنل رو میذارم داخل دیسکریپشن، هیچ وقت نتونستم بگم. حتما برید اونجا هم ببینید و لینک کانال تلگرام هم میذارم، حتما عضو بشین. کلی جایزه های خفن داریم و حتما برید داخل چنل یوتیوب انگلیسی و جایزه‌ای که قرار به یه نفر بدم که 1000 سابسکرایبر من باشه و یه چیز خیلی خفنی که قرار بشه بدیم. خیلی اون ویدیو گفتم کامل برید ببینیدش، درسته انگلیسی ولی خب دیگه متوجه میشید جایزه که داخل دستم ببینید متوجه میشید. و حالا برای چنل آپارات یه جایزه میذارم داخل این ویدیو که آخر ویدیو مینویسم یا عکسش میذارم که جایزه چیه، یا شایدم اگه داخل این ویدیو نبود داخل ویدیو بعدی بگم اون جایزه چیه که به 1000مین دنبال کننده آپارات میگیم. خب حالا ببینیم اصلا اسم من چیه. من امیرعلی کیانرسی هستم، داخل شهر اصفهان به دنیا اومدم، لهجه اصفهانی دارم ولی داخل ویدیو لهجه اصفهانی استفاده نمی‌کنیم، ولی قراره که استفاده کنیم داخل بعضی از ویدیومون. حتما استفاده می‌کنیم و پنجشنبه شب هم سریال هایی که من از حدوداً 7 سالگی بازی می‌کردم و دارمشون براتون میذارم که حالا براتون اسپویل نمی‌کنم، خودتون میفهمید توی ویدیوهایی که میذارم. و داخل رشته ادیت کردن ویدیو و تایملاین زدن خیلی یعنی حرفه‌ای شدم، انقدر کار کردم. یعنی قبلش کار میکردم برای اینه که برای همچین روزی که میخوام تولید محتوا کنم آماده باشم. یه چند تا نکته دیگه هم حالا بگم اگه یادم مونده. قطعا ویدیو گیم پلی داریم، استریم داریم داخل یوتیوب به صورت انگلیسی و به صورت فارسی، هم داخل آپارات. داخل آپارات چنل انگلیسی نداریم، فقط فارسیه، ولی داخل یوتیوب چنل انگلیسی داریم و اینستاگرام. اونم دنبال کنید، فالو کنید که بیشترین اخبار اونجا میدم و بیشترین اخبارم داخل روبیکون میدم. یعنی هیچ وقت اخبار انگلیسی و چنل انگلیسی داخل آپارات رو نمیتونید پیدا کنید داخل روبیکا، همیشه داخل اینستا. ولی چنل فارسی هم داخل روبیکا هست هم داخل اینستا، میتونید حتما ببینین. کلی ویدیوهای متنوع داریم، یعنی ویدیوی یه شکل نیست که شما خسته بشین. بک‌گراند اون قرار کاملا عوض بشه. اینجا اکشن فیگورایی که از دیجیکال سپارشن و قطعا آنباکسینگش میذارم برای اینجا کامل نور RGB بشه و دیوار اون سفید نیست، قرار یا بنفش بشه یا مشکی به صورت کاغذ دیواری. این چیزی بود و هم چیزی رو میبینید حالا در ویدیو آینده بیشتر با هم آشنا میشیم. چون این اولین ویدیوه حتما شما دنبال کنید، لایک کنید. هر روز ویدیو داریم، 5 تا ویدیو میذارم هر روز حدودا. 5 تا. این اولین ویدیویی که میذارم امروز یه ویدیو شد چون واقعا
برای این ویدیو خیلی ادیتش طول کشید که الان شما دارین میبینیم و ولی روزای دیگه خب 5 تا ویدیو داریم. امیدوارم که خوشتون بیاد از ویدیوهای من. ویدیوهای جذابی دارم، حالا اگه دوست داشتین نگاه کنید. ویدیویی که میذاریم گفتم متنوع است و یه جور نیست که شما خسته بشین. ولاگ داریم، هر چیزی که فکر کنید داخل چنل ما گذاشته میشه و هر بازی هم که پیشنهاد بدین داخل کامنت ها من حتما میذارم، چه داخل چنل انگلیسی و چه داخل چنل فارسی. گفتم اول ویدیو هم چند بار تکرار کردم، گفتم هم داخل یوتیوب هم داخل آپارات فعالیت داریم ولی فقط داخل یوتیوبه که چنل انگلیسی داریم. همین این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پس تا ویدیو بعد see you later.